سلام، به چنل شهرزاد قصه گو خوش اومدید. اینجا قراره کلی داستان‌های واقعی بشنوید و از تجربه هاشون استفاده کنید. عزیزای دلم، در پایان نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. دخترک برای چندمین بار نگاهی به ساعت مچیش انداخت و زیر لب غرغر کنون گفت: باز این پسری احمق دیر کرد. انگار اصلا موقعیت منو درک نمیکنه. و بعد با حرص بسیار گوشی موبایلش رو از کیفش بیرون آورد و شروع کرد به اسمس زدن. آخه تو کجایی؟ من 3 ساعته اینجا معطل تو هستم. مثل این که فراموش کردی من به خاطر تو الان اینجا هستم. من توی پارک سایی روبروی قفس طاووس منتظرت روی نیمکت نشستم. بیا دیگه، خفم کردی. الان هوا تاریک میشه و من هیچ جا رو ندارم که برم. در حال اسمس زدن بود که دختری زیبا در کنارش نشست. با یک نیم نگاه سر تا پای دخترک رو نظاره کرد و گفت: سلام خانوما، چقدر گوشیت قشنگه. میشه ببینمش؟ خیلی با کلاس گوشیت. دخترک نگاهی به دختر زیبا انداخت و محو چهره نقاشی شده دختر شد. از اینکه میدید چنین دختر زیبایی در کنارش نشسته و باب صحبت رو با اون باز کرده خیلی خوشحال شد. مخصوصا اینکه تحمل این دقایق برای اون سخت بود و دوست داشت با کسی صحبت کنه. گوشی موبایلش رو به طرف دختر دراز کرد و گفت: قابل نداره. دختر لبخند زیبایی زد و گفت: من اسمم مانیاست، یا مارال. اصلا هرچی تو دوست داری صدام کن. میدونی چشمای خیلی قشنگ و معصومی داری. معلوم سن و سال زیادی نداری. اسم تو چیه؟ دخترک گفت: اسم واقعی من سیماست. و هر دو با هم زدن زیر خنده. مارال گفت: منتظر کسی هستی انگار، درسته؟ سیما گفت: آره. مارال گفت: خیلی وقت از دور داشتم میپاییدمت. خیلی استرس داری. رنگت پریده. معلومی که بار اولته از خونه فرار میکنی. سیما تعجب کرد. یعنی مارال از کجا فهمیده بود اون از خونه فرار کرده؟ مارال با خونسردی بسته سیگار از تو کیفش در آورد و به سیما هم تعارف کرد. ولی سیما دست اون رو رد کرد. مارال سیگار رو روشن کرد و یک پک عمیق به سیگار زد. هر کس از کنار سیما و مارال رد می شد بهشون نگاه می کرد و زیر لب چیزی می گفت. گاهی چند گروه پسر از کنار اونها رد می شدن. مارال خیلی صمیمی با اونها سلام و احوال پرسی می کرد. انگار توی پارک همه اونو می شناختن. پشت شمشادای پارک نزدیک بوفه پارک چند تا پسر ایستاده بودن و به مارال خیره شده بودن. با هم در مورد اون صحبت می کردن. انگار بر سر اون شرط بندی می کردن. سیما به اطراف نگاه کرد و آهی کشید و گفت: کاش من هم زیبایی شما رو داشتم. اون وقت این همه طرفدار داشتم. مارال با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن و حین خنده به سیما گفت: خیلی هنوز بچه هستی تا بتونی فرق نگاه ها رو از هم تشخیص بدی. اتفاقاً من آرزو داشتم زشت بودم. اونقدر زشت که هیچ کس نگاه هم نمی کرد. اون وقت از نگاه های حریص و هوسبازانه این گرگ‌ها در امان بودم. سیما، تو خیلی دختر ساده‌ای هستی. درست مثل آب زلال و پاکی. چند سالته؟ سیما از تعریف مارال احساس شعف کرد و با ذوق گفت: 17 سال. مارال یه نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: مطمئنی که میاد دنبالت؟ سیما گفت: آره، امیر حتما میاد. تا حالا بدقول نبوده. لابد کاری براش پیش اومده. ما با هم نامزدیم. البته نامزد که نه، ولی قراره به زودی نامزد کنیم و بعد با هم ازدواج کنیم.
ولی پدر مادر ما مخالف ازدواج ما هستن. مارال پوزخندی زد و گفت پس به خاطر اون فرار کردی؟ فکر میکنی ارزششو داره؟ سیما از کلام تند و بی‌روالباسی مارال دلخور شد و قیافش کمی در هم فرو رفت. صدای موبایل مارال بلند شد و مارال از جاش بلند شد و کمی اون طرفتر شروع به صحبت کرد. الو، بگو صدای تو میاد. نه، الان نمیتونم برم. همین دور و برام. دیگه بذار 1 ساعت مال خودم باشم. به بدبختی خودم فکر کنم. صدای فریاد مارال بلند شد. غلط کرده، اون عوضی گفته بود 1 نفره ولی 3 نفر بودن. حالا طلبکارم شده. به زور از دستشون خلاص شدم. من دیگه پامو اونجا نمیذارم. نه اونجا نمیام. باشه، به کیان بگو باش تماس بگیره، بگه 1 ساعت دیگه دم در پارک سایه بیاد، ولی تنها. و موبایلشو قطع کرد. لبخند تصنعی به لب آورد و گفت چیه خوشگل خانم، از من دلخور شدی؟ بذار برم 2 تا بستنی دبش بخرم تا با هم آشتی کنیم. این دختر چه نگاه گیرا و چه نفوذ کلامی داشت. شادی از حرکاتش برمیخواست اون وقت پشت تلفن اون حرفا رو میزد. صدای خنده مارال بوفه رو پر کرده بود. داشت با یه پسر قد بلند صحبت میکرد. یواشکی از توی کفشش چیزی در آورد و به پسر قد بلند داد و با هم دست دادن. مارال به سمت سیما به راه افتاد. سیما گفت بهت شماره داد؟ دوست پسرت بود؟ مارال دوباره خندید و گفت نه شازده کوچولو، دوست کجا بود؟ من از تموم پسرا متنفرم. از همشون حالم به هم میخوره. ولی خب کارم ایجاب میکنه که با این آدما برخورد کنم. اصلا بگذریم. این آقا داماد جواب اسمس تو نداد؟ سیما گفت نه، ولی حتما تو راهه. خیلی با مرام آقاست. مارال گفت ناراحت نشیا، ولی دلم برات میسوزه. چون سر کاری. اون اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. همشون مثل همن. سیما در حالی که در دلش بسیار احساس دلشوری میکرد گفت نه، امیر حتما میاد. مارال دوباره سیگاری روشن کرد، پوکی زد و به نقطه نامعلوم خیره شد. آهی از ته دل کشید. انگار غم بزرگی پشت این چهره زیبا بود. با لحن بسیار دلنشینی شروع کرد به صحبت. منم مثل تو فکر میکردم. از وقتی خیلی بچه بودم همه به خاطر زیباییم و شیرین زبونیم دور و برم بودن. عمه، خاله، دایی و همه منو عروس خودشون میدونستن. توی خانواده نسبتاً مذهبی تو شهرستان زندگی میکردیم. یه خانواده آبرومند و ساده. یه برادر بزرگتر از خودم داشتم و پدر و مادری که مثل جفت چشمشون به من اعتماد داشتن. وقتی به سن راهنمایی رسیدم، اکثر پسرای محلمون علاقه داشتن با من دوست بشن. ولی من اصلا فکر این چیزا نبودم. میخواستم درس بخونم و رشته عمران قبول بشم. برای همین چادرمو میکشیدم جلو و به سرعت از کنار پسرای مزاحم رد میشدم. گاهی وقتی به خونه میرسیدم اونقدر نفس میزدم که مادرم میگفت مگه هولی؟ خب یکم دیرتر برس خونه. سیما گفت ولی اصلا به ظاهرت نمیاد قبلا چادری بودی. مارال گفت آره بودم، ولی نه به خاطر علاقه قلبیم، بلکه به خاطر احترام به پدر و مادرم. برادر و پدر خیلی غیرتی داشتم. وقتی به دبیرستان رفتم دیگه سر و کله خواستگاران پیدا شد. مادر و پدر اصلا با ازدواج فامیلی موافق نبودن. منم اینقدر توی گوشم خونده بودن که خوشگلم و میتونم بهترین اقبال رو داشته باشم، میخواستم با کسی ازدواج کنم که توی همه محل و فامیل زبان زد خاص و عام بشم. از بین همه پسرایی که به خواستگاری می اومدن یا پیشنهاد دوستی می دادن، هیچ کدومو در سطح خودم نمی دیدم.
چند ماهی بود که وقتی به دبیرستان میرفتم سر راهم شرکتی بود که مدیر عاملش یه پسر خیلی جذاب شیک پوش و پولدار بود. دقیقاً همون مرد آرزوهای من. دوستان میگفتن اگه تو بخوای میتونی مخشو بزنی. منم کم کم به اون که اسمش بهراد بود علاقه‌مند شدم. ولی بهراد برعکس همه به من توجهی نمی‌کرد. دیگه حرصم گرفته بود که چطور من نتونستم مخ بهرادو بزنم. دوستان میگفتن به خاطر چادریه که سرت میکنی از سرت در بیار، اون وقت ببین چطوری عاشقت میشه. ولی من میگفتم اگه داداشم ببینه من بیچادرم میکشتم. ولی اینقدر عاشق بهراد شده بودم که راضی شدم چادرم رو از سرم در بیارم. به پیشنهاد دوستام کمی هم آرایش کردم و یه روز به جای مدرسه رفتم شرکت بهراد. یه نامه نوشتم و تو اون نامه نوشته بودم که دوستش دارم و میخوام که باهاش باشم به هر قیمتی که شده. وقتی وارد شرکت شدم یه محیط خیلی شیک و تر و تمیز جلب و توجه میکرد. به منشی گفتم با مدیر عامل کار دارم. از اون اصرار که چه کاری دارید و از من انکار که کار شخصی دارم. بالاخره بعد از ساعتها وارد اتاق شدم. بهراد داشت با تلفن حرف میزد و پشتش به من بود. ولی وقتی برگشت و منو دید برق شیطنت مردونه‌ای در چشماش درخشید. لبخندی زد و به استقبالم اومد. من سرمو پایین انداخته بودم. احساس میکردم صدای تپش‌های قلبمو همه میشنون. پس خیلی سریع با لکنت گفتم من این نامه رو برای شما نوشتم. میشه بخونید و الان جوابشو بهم بدید؟ بهراد شروع کرد به خوندن نامه و در حین خوندن نامه لبخند میزد. بعد که نامه تمام شد من نفسمو تو سینه حبس کردم و منتظر جواب بهراد شدم. بهراد گفت آشنایی با شما دختر خانم خوشگل و دوست داشتنی باعث افتخار منه و شماره موبایلش رو روی یه تیکه کاغذ نوشت و خیلی مؤدبانه یک شاخه گل از توی گلدون روی میزش در آورد و به طرف من دراز کرد و گفت من منتظر تماس شما هستم. نفهمیدم چطوری خداحافظی کردم و با چه سرعتی خودم رو به دوستام رسوندم که توی پارک منتظرم بودن. اون روز از خوشحالی توی پست خودم نمی گنجیدم و همه دوستامو بستنی مهمون کردم. از روز بعد من هر روز با بهراد با تلفن عمومی تماس می گرفتم. ولی اون راغب نبود که برای دیدنم از شرکتش خارج بشه و کارهاشو بهونه می کرد. می گفت چون شرکت خودمه نمیتونم بیام ولی خیلی مشتاق دیدارتم، تو بیا شرکت. من اینطوری هم تو رو میبینم هم به کارهام میرسم. من حسابی عاشقش شده بودم و هر شب به یادش میخوابیدم. سال آخر دبیرستان بودم و با روحیه‌ای که پیدا کرده بودم حسابی تو درسام نمرات خوبی میگرفتم. بعد از مدرسه میرفتم دستشوی پارک، چادرمو در می آوردم، روسری سرم می کردم و یک رژ لب دخترونه می زدم و با یک شاخه گل به دیدن بهراد می رفتم. و به خانوادم می گفتم که دبیرستان کلاس تستنی برامون گذاشتن. ولی در دلم احساس گناه می کردم که چرا دارم دروغ میگم و احساس می کردم رابطم با بهراد که یک نامحرمه گناه محسوب میشه. دوستان میگفتن دختر امولبازی در نیار. همه دخترها حسرت اینو میخورن که بهراد یک نیم نگاهی بهشون بندازه ولی اون عاشق تو شده. تو به هر قیمتی شده باید بهراد و مال خودت کنی. هم پول داره هم خوشتیپ. دیگه چی میخوای؟ حرفای دوستام بیشتر تحریکم میکرد و باعث میشد ترسی که از رفتن به شرکت بهراد داشتم کمتر بشه. بهراد هر روز حرفای عاشقانه به من میزد و خانمی من صدام میکرد
و میگفت خانومی من، ما مال همدیگه هستیم، پس از چی میترسی؟ ولی احساس گناه یک لحظه راحتم نمیذاشت. یه روز بعد از کلاس معارف رفتم پیش دبیر معارفمون. گفتم خانم، میخواستم یک سوال بپرسم. خانم رحمانی در حالی که چونه مقنعه‌اش رو بالا می آورد تا حاضر بشه از کلاس بره، یک لحظه ایستاد و گفت بپرس عزیزم، هر سوالی باشه من سعی میکنم کمکت کنم. پرسیدم اگه دختر و پسری همدیگر رو دوست داشته باشن گناه داره؟ خانم رحمانی گفت نه دخترم، دوست داشتن یه نعمت الهیه که هیچ کس منکرش نیست. از عشق زمینی آدم ها به عشق الهی میرسن. پرسیدم اگه این دختر و پسر با هم صحبت کنن و همدیگر رو ببینن چطور؟ اونم گناه نیست؟ گفت خب این بحثش جداست، ولی اگه خانواده ها در جریان نباشن گناهه، چون ممکنه شیطون سراغشون بیاد و هر دوتا برای هم نامحرمن و این کار گناهه. گفتم خب در سن و سال ما دختر و پسرها دوست دارن با جنس مخالف صحبت کنن، بیرون برن، این یک حقیقته و هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، درسته؟ گفت عزیزم، دختر پسرای جوون به سن شما باید سر خودشون رو با درس و کار گرم کنن، یا اگه این نیاز خیلی بهشون فشار آورد باید ازدواج کنن، نه اینکه با هم رابطه پنهانی داشته باشن. پرسیدم حالا اگه به قصد آشنایی قبل از ازدواج با هم باشن این هم اشکال داره؟ گفت اگه خانواده در جریان باشن نه. پرسیدم اگه نباشن چی؟ یعنی وقتی به تفاهم رسیدن بخوان به خانواده هاشون بگن چی؟ پس باید چه کار کنن که گناه محسوب نشه؟ خانم رحمانی گفت خانم نعمتی، گناهه، در هر حال گناهه، ولی فقط یه راه داره که گناه محسوب نشه و اون اینه که باید با هم محرم بشن. پرسیدم یعنی عقد کنن؟ اینطوری که همه خانواده میفهمن؟ خانم رحمانی در حالی که چادرش رو سرش میکرد گفت نه، منظورم اینه که باید صیغه محرمیت بین خودشون بخونن. زنگ تفریح تمام شده بود و خانم رحمانی باید سر کلاس دیگه میرفت. در حالی که داشت میرفت گفت بعداً با هم بیشتر صحبت میکنیم. از اون روز به بعد به این فکر میکردم که ما باید بین هم صیغه محرمیت بخونیم. توی کلی رساله رو گشتم تا بالاخره آیه صیغه رو پیدا کردم. ولی بهراد این چیزها رو قبول نداشت. میگفت محرمیت به دل آدم هاست. یه آیه هیچ وقت نمیتونه دوتا دل رو به هم نزدیک کنه یا از هم دور کنه. امتحاناتم شروع شده بود و احساس میکردم روحیه سابق رو ندارم که به درس خوندن ادامه بدم. وقتی بهراد بی‌حوصلگی منو توی روابطمون دید قبول کرد و ما بین هم صیغه محرمیت خوندیم. به مدت 3 ماه و مهرمو 14 تا حب قند کرد. ولی بدون شاهد، بدون مدرک، یک جمله‌ای بود که بین خودمون خوندیم و گفتیم قبل تو. روابطمون خیلی صمیمی شد و من فکر میکردم بهراد دیگه شوهرمه و بالاخره اونقدر بهراد توی گوشم خوند که اون اتفاقی که نباید میافتاد بالاخره افتاد. ترس و وحشت از بی‌آبرویی تمام وجودم رو پر کرده بود. همش گریه میکردم و هر روز ازش خواهش میکردم که زودتر بیاد خواستگاریم. ولی بهراد هر روز یک بهانه جدید می آورد و می گفت دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. یه روز تابستونی با بهراد رفته بودیم نهار بیرون که یک دفعه سنگینی نگاهی رو پشت سرم احساس کردم. برگشتم و تمام دنیا رو سرم خراب شد. برادرم علی بود که زل زده بود به من و از شدت خشم سرخ شده بود. بهراد متعجب یک نگاه به من میکرد و یک نگاه به علی. علی دستامو محکم گرفت و منو از سر جام بلند کرد. همه توی رستوران داشتن نگاهمون میکردن و من هرچی خواستم برای علی توضیح بدم فقط فریاد میزد خفه شو.
یک نگاه غضبناک به بهراد کرد و گفت حال تو عوضی رو هم میگیرم. در طول راه هیچ حرفی با من نزد. میدونستم که آخر عاقبت خوبی در انتظارم نیست. با غیرتی که تو این مدت از علی دیده بودم همیشه از همین موضوع میترسیدم. ولی از طرفی پیش وجدان خودم راحت بودم که من گناهی نکردم و بهراد به من محرم بوده و قصدش هم ازدواج و منو ترک نمیکنه. وقتی به خونه رسیدیم علی منو توی اتاقم هل داد و در رو روم بست و از پشت در رو قفل کرد. من فریاد می زدم علی اشتباه می کنی، بذار حرف بزنم. و علی فریاد می زد میرم پیش آقا جون تا تکلیفتو روشن کنه و در رو به شدت بست و از خونه خارج شد. منم از اتاق به بهراد زنگ زدم و با گریه شروع کردم به تعریف کردن ماجرا. بهراد دلداری میداد و با خونسردی میگفت خانومی من هیچ نگران نباش، من تنهات نمیذارم. تو مطمئن باش من و تو مال همیم و اگه برادر یا پدرت پیش من بیان من تو رو از اونا خواستگاری میکنم. گل من قصه نخور، حیف چشمای قشنگت نیست که بارونی بشن. وقتی گوشی رو قطع کردم احساس آرامش میکردم. برام فرقی نداشت که چه اتفاقی برام میفته چون احساس میکردم بهراد پشتم و خالی نمیکنه. نیم ساعت بعد علی همراه پدر اومدن خونه. پدرم از وقتی در خونه رو باز کرد شروع کرد به داد و بیداد و میگفت من فکر میکردم مصطفی پسر احمد آقا چون از ما جواب منفی شنیده اون مزخرفاتو میگفت که میگفت جلو دخترتو بگیر، حیف دختر نجیب دست اون گرگ افتاده. من احمق باورم نشد و با مصطفی کلی دعوا کردم و از مغازه بیرونش کردم. وای خدایا منو ببخش، به بنده خدا چقدر بد و بیرا گفتم. حالا باید با خفت هرچه تمامتر سرمو کج کنم و برم ازشون عذرخواهی. این دختره چشم سفید از اطمینان ما سوء استفاده کرد. خیر نبینی دختر که برام آبرو نذاشتی. این ننگو چطوری تحمل کنم؟ مادر از همه جا بیخبر وارد خونه شد و وقتی داد و بیداد پدر رو شنید گفت چی شده؟ مارال چیزی شده؟ علی گفت کاش مرده بود و شروع کرد به تعریف کردن داستانی که اتفاق افتاده بود. مادر اشک میریخت و میگفت چطور تونست این کارو بکنه؟ دختر آخه تو چی کم داشتی؟ تو این شهر دیگه نمیتونیم سر بلند کنیم. دیگه با چه روی تو این محله زندگی کنیم؟ هرچی مادر میگفت علی بیشتر حرص و جوشی میشد. به طرف در هجوم آورد و کمربندش رو باز کرد و شروع کرد به کتک زدن من. من جیغ و داد کردم، فریاد کشیدم ولی فایده‌ای نداشت. یک گوشه گس کرده بودم و زیر مشت و لگد علی خرد شدن استخونامو احساس میکردم. من فریاد میزدم به خدا اون قصد بدی نداشت، میخواد با من ازدواج کنه. علی گفت خیلی بدبختی که باورت بشه. اون مرد دیگه اگر آدم درست و حسابی بود میومد مثل آدم خواستگارید. دختری که با پسری دوست بشه لایق زنده بودن نیست. پدر به جای اینکه جلوی علی رو بگیره صدای فریادش از اتاق بغلی میومد. بدبخت شدیم. مادر شیون کنان به طرف علی دوید و دستشو گرفت و گفت تو رو امام حسین ولش کن. شاید راست بگه. اون وقت جواب خدا رو چی میدی؟ شیرم و حلالت نمی کنم اگه به حرفش گوش ندی. آدرس پسره رو بگیر، برو ببین حرف حسابش چیه. تو این بدبخت رو کشتی. علی یک تکه جلو انداخت و گفت فقط به خاطر عزیز این کارو میکنم. یالا آدرس رو بنویس، ولی به ولای علی اگه در دروغ گفته باشی عزیز رو به عزاد میشونم. و با عجله آدرس رو از دست من قاپید و همراه پدر از خونه خارج شدن. من اشک میریختم و تمام دهنم پر از خون شده بود. بازو و کمرم به شدت درد میکرد. مادرم کمکم کرد تا از جام بلند شم. احساس تنفر عجیبی نسبت به علی احساس میکردم. چطور به خودش اجازه داد که به خاطر حرف مردم اینطوری به جون تنها خواهرش افتاد؟
مادرم اشک میریخت و به بدنم پماد میمالید و میگفت دستش بشکنه. نگاه کن چه به روزش انداخته. آخه دختر این چه کاری بود کردی؟ من اما بیشتر از درد جسمم روحم و قلبم شکسته شده بود. میدونستم طبق قولی که بهراد به من داده علی حتما از کارش پشیمون میشه و اون وقت تا آخر عمر هیچ وقت نمیبخشمش. دل تو دلم نبود و کنار پنجره منتظر علی و پدرم نشسته بودم. هر ثانیه برام 1 ساعت میگذشت تا بالاخره ساعت 9 شب به خونه اومدن. پدر انگار در این چند ساعت گرد پیری روی صورت و موهاش نشسته بود و تا به اون روز پدر بشاش و شادابم و اینقدر ناراحت و افتاده حال ندیده بودم. مادر به حیاط رفت به استقبالشون و با هم وارد خونه شدن. مادر در حالی که کت پدر رو میگرفت گفت حاجی خسته نباشی. چی شد؟ کی میاد؟ پدر دست در جیب کتش کرد و نامه‌ای رو به دست مادر داد. مادر شروع به خوندن کرد. یک نگاه به من میکرد، یه نگاه به نامه و از چشماش اشک جاری شده بود. پدر گفت این دختر امروز آبروی چندین ساله منو برد. امروز تحقیر شدم. حتی جلوی این پسره. آخه دختر تو خانوادت چه کم و کاستی داشتی که این کارو کردی؟ با بغض پرسیدم مگه چی شده؟ بهرادو ندیدین؟ چی گفت بهتون؟ علی با حالت خشم و غضب گفت هیچی. چی میخواستی بگه؟ با اون گندی که تو زدی 2 قرتونی میشم بالا بود. آقا بهراد شما این نامه رو که شما براش نوشته بودین داد به ما. گفت دختر شما به من پیشنهاد دوستی داده. من قبول نمی کردم ولی اون اصرار داشت. هی می اومد شرکت من. اگه باور ندارین از منشین بپرسین. بهراد گفت من اصلا نامزد دارم و قصد ازدواج با دختر شما رو نداشتم و ندارم. دختر شما داشت زندگی من و نامزدم و به هم میریخت. اون روز من توی رستوران داشتم به دخترتون میگفتم دست از سر من برداره. باورم نمیشد بهراد این حرفا رو زده باشه. با بغض و فریاد گفتم تو دروغ میگی. اصلا تو از من از بچگی هم خوشت نمیومد و به من حسادت میکردی. اون به من قول داده. هیچ وقت نمیتونه این حرفا رو زده باشه. پدرم مثل اسفند رو آتیش از سر جاش پرید و یک سیلی محکم به صورتم زد. طوری که چند قدم به عقب کشیده شدم و گفت خفه شو دختری چشم سفید. دیگه نمیخوام ببینمت. تو باعث ننگ ما هستی. دیگه دختری به اسم مارال ندارم. تو نمیتونی بفهمی چقدر برای یک پدر سخته وقتی بشینه و این حرفا رو از یک پسر نونجیب بشنوه. کاش زمین دهن باز میکرد و منو میبرد همراه خودش. کاش امشب بخوابم و فردا بیدار نشم. منو با شدت هل داد توی اتاق و در رو به روم قفل کرد. مادرم از اون طرف شیون میزد ولی کاری از دستش بر نمی اومد. پدر این دفعه به طرف مادر رفت و با پرخاش بسیار شروع کرد به مادرم بد و بیرا گفتن. تا اون زمان هیچ وقت ندیده بودم پدر و مادرم صداشون رو روی هم بلند کنن و با بی احترامی با هم صحبت کنن. ولی من باعث شده بودم این حریم شکسته بشه. دنیا برام به آخر رسیده بود. وقتی یاد حرفای بهراد می افتادم، به یاد قول و قراراش و به یاد نهایت نامردی که در حق من کرده بود، دوست داشتم آتیشش بزنم. ولی در اون شرایط چه کار می تونستم بکنم؟ تازه اگه مادر و پدر می فهمیدن که دختر عزیز دردونشون چه به روز خودش آورده، دیگه منو زنده نمی زاشتن. ولی با خودم فکر می کردم مگه کشکه من و اون با هم محرم بودیم. اون حکم شوهر منو داشته. نمیتونه زیر همه چیز بزنه. دوست داشتم اون شب آخر زندگیم باشه و ای کاش پدرم یا علی زیر شلاق اون روز منو میکشتن. اون وقت الان اوضاع و احوالم اینطوری نبود و مجبور نبودم دوریشون رو تحمل کنم و به هر خفتی تن بدم. چند روز در اتاق حبس بودم. مادرم برام غذا می آورد ولی حتی یک کلامم با من حرف نمی زد. من هم به یک نقطه خیره شده بودم و لب به غذا نمی زدم.
مادرم هم غذا رو دست نخورده می برد بدون اینکه اصراری داشته باشه به غذا خوردنم. انگار توی اون عالم نبودم. هر شب کابوس می دیدم و به فکر یک راه حل بودم. ولی تمام راه حل ها به بنبست ختم می شد. از فرط بیغذایی ضعیف شده بودم. یه روز به خودم اومدم دیدم که تو بیمارستانم و سرم به دستم وصله. 3 روز بیمارستان بودم ولی در این مدت نه پدر نه علی به دیدنم نیومدن. فقط مادر سنگ صبورم شده بود و از شب تا صبح پای جانماز اشک میریخت و دعای توسل میخوند. هنوز چند روز از برگشتم به خونه نگذشته بود که یک روز قفل سکوت پدر شکست. یک چادر سفید به من داد و گفت اینو سرت کن و یکم به خودت برس. امشب مهمون داریم. مهمون اون هم با این اوضاع و احوال. فکر کردم شاید یکی از اقوام برای عیادتم میان. نزدیک غروب مهمون ها اومدن با دست گل و شیرینی. ای وای، اون فرهاد بود، خواستگار سابقم که چندین بار تا به حال خواستگاریم اومده بود و جواب رد شنیده بود. مادر وارد اتاقم شد و گفت این دفعه دیگه حق نداری بی خودی بهانه بیاری. تا این بی آبرویی به گوش همه نرسیده باید زودتر ازدواج کنی. حالا چطور میتونستم به خانوادم بفهمونم من جز با بهراد نمیتونم با کسی ازدواج کنم. یعنی مجبور بودم. و اگه میفهمیدن من چطور میتونستم توی روی خانوادم نگاه کنم. چادر سفیدم و سرم کردم و سینی چای به دست وارد پذیرایی شدم. تحسین همگان بلند شد. وای چه عروس خوشگلی، وای چه عروس خوشقد و بالایی، ماشالله، خدا حفظش کنه براتون. نجابت از چهرش میباره. مادر میگفت شما لطف دارید، کنیز شماست. فرهاد پسری که از دوستان بابا بود. پسری نجیب که نجابت خودش و خانواده‌اش شهره شهر بود. دانشجوی مکانیک بود. از نظر خانوادگی بسیار مؤمن بودند. کم حرف بود و در تمام مدت خواستگاری گلهای قالی رو نگاه میکرد. من که همیشه آرزوی یه همسر خوشتیپ و سرزبوندار رو داشتم، هیچ وقت نتونسته بودم به فرهاد به عنوان یک همسر نگاه کنم. برای همین هر دفعه جواب منفی داده بودم و پدر و مادرم هم به خاطر اینکه فکر می‌کردن من دختر بسیار فهمیده‌ای هستم اختیار تصمیم گیری رو به خودم داده بودن. ولی حالا با این شرایط نمیتونستم روی حرفشون حرف بزنم. در همون جلسه خواستگاری قرار و مدار بله برون و عقد کنون رو گذاشتن. من مات و مبهوت از اینکه چه داره به سرم میاد مونده بودم. پدرم میگفت تو باعث ننگ ما هستی. دیگه نمیخوام توی این خونه باشی و چشمم به چشمات بیفته. علی در تمام این مدت کلامی با من صحبت نمیکرد و مادرم با نگرانی و در سکوت و خلوت خودش سر نماز برام دعا میکرد و اشک میریخت. چطور میتونستم از فکر بهراد بیرون بیام در حالی که اینقدر ادعای عاشقی میکرد و از پشت به من خنجر زده بود. فکر انتقام تمام ذهنمو به خودش مشغول کرده بود. چطور میتونستم با فرهاد کنار بیام و باهاش زندگی جدید رو شروع کنم؟ طرفی اگه میفهمید اون دختر نجیبی که از من تو ذهنش ساخته من نیستم، چطور میتونستم تو چشماش نگاه کنم؟ اگه خانواده‌ام میفهمیدن که من از اعتماد اونها سوء استفاده کردم و گذاشتم یه نامرد چه بلایی به سرم بیاره، اون وقت یه لحظه هم منو زنده نمیذاشتن. تمام وجودم از عذاب وجدان پر شده بود. بعد از چند هفته که خیال پدر و مادرم راحت شد و دعواها فروکش کرد، اجازه پیدا کردم چند ساعت به خونه دوستم برم تا کمی روحیم عوض بشه. در راه خودم رو به یک تلفن عمومی رسوندم و با موبایل بهراد تماس گرفتم. گفتم الو سلام بهراد، منم مارال، حالت خوبه؟ بهراد گفت مارال به جا نمیارم. گفتم بهراد تو رو خدا جواب منو بده، من همه امیدم به توه. بهراد منو دارم به زور شوهر میدن، خواهش میکنم بیا خواستگاریم. بهراد گفت خب مبارکه ایشالله. گفتم بهراد تو چرا اون دروغا رو به پدر و برادرم گفتی؟ گفت
من هیچ وقت به هیچ کس دروغ نگفتم. مگه دروغ گفتم که نامه رو تو به من دادی؟ مگه دروغ گفتم تو برام مزاحمت ایجاد میکردی؟ با گریه گفتم آخه بهراد چرا انقدر بی‌انصافی؟ تو خودت میگفتی خانومی من ما بین هم صیغه خوندیم. گفت دست از این بچه بازی ها بردار. یکم تو دنیای امروز زندگی کن. از من به تو نصیحت. راحت زندگی کن. هیچی رو سخت نگیر. تازه کدوم دفترخونه شاهد بوده؟ کجا ثبت شده؟ میتونی برو ثابت کن. گفتم بهراد کنیزی تو میکنم ولی خواهش میکنم. بهراد گفت من نه کنیز میخوام نه زالویی مثل تو که میچسبه و ولکن نیست و گوشیشو با کمال بیرحمی روی من قطع کرد. وقتی به خونه دوستم رسیدم یک دل سیر تو بغلش گریه کردم و باهاش درد و دل کردم. ولی روم نمیشد به هیچ کس بگم که مشکل اصلی من چیه. چند روز بیشتر به مراسم عقد قنونم نمونده بود و من مستحصل بودم که چه راه فراری دارم. هر روز بیشتر به این بنبست میخوردم و میدونستم اگه حقیقت رو بگم هیچ کس دیگه نمیخواد تو صورتم هم نگاه کنه. مرتب به خودم میگفتم بچگی کردی مارال، حالا هم باید تاوانشو پس بدی. فرهاد پسر بدی نبود. اینقدر ساده بود و پاک که تا به حال مستقیم توی چشمام نگاه نکرده بود و منو مارال خانم صدا میکرد. وقتی فرهادو میدیدم از خودم بدم میومد که چطور میتونم با زندگی جوونی به این پاکی بازی کنم. تا اینکه بالاخره تصمیم نهاییمو گرفتم. ساعت 5 صبح از کابوسی وحشتناک بیدار شدم و خواب دیدم توی یک قبری هستم که اطرافش پر از آتیشه و فرهاد رو سر و صورت من سنگ میندازه و پدر مادرم میخندیدن. خوب شد این دختر مرد و این ننگ و با خودش به گور برد. وقتی از خواب پریدم با عجله به سمت کمد لباسام رفتم و چمدونامو از لباسام پر کردم. کمی پول و شناسنامه و طلاهایی که از دوران کودکی به عنوان هدیه به من داده بودن رو تو چمدونم ریختم. نامه‌ای نوشتم و از پدر و مادر عذرخواهی کردم و نوشتم من برای شما دختر خوبی نبودم و میدونم از اعتمادتون سوء استفاده کردم. من میرم ولی وقتی برمیگردم که حتما پدر به من افتخار کنه و باعث ننگش نباشم. چمدونم رو برداشتم و در سکوت از خونه خارج شدم. در حالی که اشک میریختم از کوچه پس کوچه های شهرمون گذشتم و با تک تک خاطراتم ودا کردم. مجبور بودم تا ساعت 8 منتظر اتوبوس به مقصد تهران بمونم ولی اطمینان داشتم که تا اون ساعت هیچ کس متوجه غیبت من نمیشه. عقربه های ساعت به سرعت به ساعت 8 نزدیک شدن و من با کوله‌باری از غم و تنهایی با این اتوبوس داشتم پا به دنیای ناشناخته‌ای میگذاشتم. پایان قسمت اول. دوستای عزیزم، قسمت دوم داستان زندگی مارال روز دوشنبه ساعت 10 شب آپلود میشه. عزیزای دلم، لطفاً چنل رو سابسکرایب، زنگوله رو فعال و لایک و شیر ویدیو فراموش نشه. در پایان نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. نظرات شما برای ما خیلی با ارزشه.